جایگاه بازار گیاهان دارویی در جهان. همانطور که می‌دانیم گیاهان دارویی به عنوان بخش اصلی طب سنتی محسوب می‌شوند. امروزه گیاهان دارویی به صورت اسانس‌ها، عصاره‌های گیاهی یا دمنوش‌های گیاهی در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند. فروش داروهای گیاهی در اروپا نیز بسیار رایج است. آلمان و فرانسه در فروش بدون نسخه در بین کشورهای اروپایی پیشتاز هستند. اما در کانادا فروش داروهای گیاهی باید با مقررات محصولات بهداشتی طبیعی مطابقت داشته باشد و محصولات نیاز به مجوز دارند. آیا می‌دانستید که اتحادیه اروپا بزرگترین بازار محصولات گیاهی جهانی را دارد و صادرات محصولات هندی به کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند نیز افزایش یافته است؟ در سالهای 1992 تا 1993 آلمان بزرگترین وارد کننده داروهای یونانی پس از نیجریه بود. اما اهمیت آنها از نظر سهم صادرات محصولات یونانی به شدت کاهش یافت. همکنون روسیه یکی از مهمترین شرکای هند در صادرات محصولات نهایی یونانی است. در کل اتحادیه اروپا با سهم 45% از کل بازار گیاهان دارویی بزرگترین بازار جهانی را دارد که آمریکای شمالی 11%، ژاپن 16%، کشورهای آسیایی 19% و بقیه اتحادیه اروپا 4.1% سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در بازار گیاهان دارویی مطرح شده هستند. امروزه کشورهایی مانند ژاپن و چین با موفقیت داروهای سنتی خود را در خارج از کشور عرضه کردند. هند دارای 16 منطقه کشاورزی اقلیمی، 10 منطقه رویشی، 15 استان زیستی، 426 منطقه و در حدود 45,000 گونه گیاهی مختلف و 15,000 گیاه دارویی است و این امر هند را به یکی از 12 مگا کشور با تنوع زیستی جهان تبدیل می‌کند که با وجود داشتن تنها 2.5% مساحت کل زمین، بیش از 8% از گونه‌های ثبت شده جهان را به خود اختصاص می‌دهد. پیش بینی می‌شود که بازار جهانی محصولات گیاهی تا سال 2050 به 5 تریلیون دلار برسد و هند با تنوع زیستی خود دارای پتانسیل و مزیت فوق‌العاده‌ای در این منطقه نوظهور است.